بیبیناز عبدالرحمن و ساکن 58 ساله دهه سویدلوی ناحیه جلال‌الدین بلخی بسیار وقت نبیره‌های دوسترویش را هیگل 9 ساله، عایشه 7 ساله و عبدالله جان 4 ساله را در خواب می‌بیند. نبیره‌های او 4 سال پیش با والدینشان به سوریه رفته از سال 2014 باز از آنها هیچ درکی نیست. بیبیناز میگوید که اگرچه پسر و کلینش که برای آخر از سوریه در تماس بودند دیگر خبری نیست، اما او بیشتر در غم کودکان می‌سوزد. او خبر ندارد که حالی آنها چی هست و در کجا به سر میبرند، زنده‌اند یا مرده. آنها رسیده بچم بود، بچم روی کرد 1 ماه 2 ماه پیش من ایستاد، بعد پیغام میگردم گفت امین را روی کردم. بیبیناز عبدالرحمن و در این قضیه از یک سو خود را هم گناهگار میداند، چون که میگوید در فرستادن کودکان به نزد پدر به روسیه او هم نقش داشت. و میگوید که در وقتی که سال 2013 پسرش خط مهاجرت بست، او به سفر کلینی و 3 فرزندشان هم راضی شد. میگوید باور داشت که فرزندان باید در عائله سالم و در زیر نظارت والدین بزرگ شوند، ولی ندانست که خود همان سال از روسیه به سوریه می روند. با باوری مقامات تاجیک نه کمتر از 1100 شهروند تاجیکستان که در میانشان زنان و کودکان نیز هستند به قلمروهای زیر نظری داعش رفتند. در ملاقات اخیر خود با مردم، نمایندگان اداره امنیت ختنان شماری کودکان زادگان این ولایت را در قلمرو زیر نظری داعش 62 نفر ارزیابی کردند. قبلا مقامات تاجیکستان در یک گزارش به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در حضور بیش از 100 نورس تاجیک از جمله 91 دختر و 115 پسر در سوریه و عراق خبر داده بودند. سفر خانواده پسر بیبیناز را به سوریه مقامات ناحیه جلال‌الدین بلخی هم تصدیق کرده، گفتند که هدف آنها پیوستن به گروه دولت اسلامی بود. این خانواده میگویند کلینشان سال 2014 از سوریه به آنها زنگ زده خبر مرگ شوهرش را رسانده است، ولی دیگر بعد این تماس نگرفته و از آن زمان تا امروز از آنها هیچ خبری نیست. مثل این خانواده در جنوب تاجیکستان دهها عائله دیگر نیز هستند که از وضع فرزندانشان در منطقه های جنگ زده نگران هستند و امیدوارند که با وجود بیرحمی روز زنده و سالم برمیگردند. تا حال مطبوعات درباره خبری احتمالی بازداشت خانواده‌های و کودکان از سوریه یا عراق خبر پخش نکرده است. گزارش‌های مختلف بین المللی و برخی تحقیقات غربی میگوید که کودکان واقع در قلمروهای گروه دولت اسلامی هم قربانی عمل‌های خشونت‌آمیز این گروه تروریستی میشوند.